محمد جواب نمیده بابا. میخواستم برم کلید شرکت رو ازش بگیرم بچه. میدونم چرا جواب نمیده. نمیدونم. ببینیم کسی ازش خبر نه. واقعا این لگنه این ماشین. اصلا نمیشه پیچید باش، نمیشه ترمز داره، هیچی نداره این ماشین مزخرف. محمد اینجا نیست. جناب سوار فیری کنه دیدی محمدو؟ نه؟ مرسی برای سابسکرایبت. نه دیدیش؟ بسید که صدام نمیاد باید بیام بالا. جناب صاحبان صدا میاد؟ جناب صاحبان سلام علیکم. برو ماشینتو بفروش، برو ماشینتو بفروش، گوسفند بخر. چرا؟ ماشینو ببین چیکار کرده پشت سرتو ببین. داداش من اون کارو نکردم ما راستشو بخوای. دادا کوبیدی به ماشین ما لاستیک رفت. جدی داری میگی کی؟ همین الان داشتم رد میشدم. من ندیدم اصلا تو رو ندیدم. ای خود کنم نبود. ما رو بده. برو بابا اصلا مشخصه یه جا دیگه زدی. من ایشون شکایت دارم. برو ثابت کن من زدم بده. ثابت میکنم. ماشین تلفن کرد. شکایت داشتیم درسته؟ ببخشید آقای پیشگو رو ندیدین شما؟ من باش کار دارم. ندیدم. من کلا ندیدم. مرده شد. ایپاند کن. مگه میشه بزنم غزاله نمیدونه کجا؟ واقعا مرد؟ شایعه مرد پیشگو رو شنیدم امروز. فکر کنم مرده. من حامد. بی‌ورمید. تو همیشه هستی؟ تو چرا همیشه تو باید زنگ بزنی؟ یعنی این همه آدم تو این شهر تو واسه چی هست زنگ بزنی؟ آخه واقعا مرغم تو این شهر با مکانیکی شما کار نداره. میزنید خراب میکنید ماشینو. تو کی؟ حالا من با خانم غزاله کار دارم اصولا. چون شغالش ندارم زنگ بزنم اینجا. تو چی؟ امروز یه اتفاقاتی افتاده انگار تو شهر. نه بابا آخه محمدم نیست. محمد مرتضی ریاست جمهوری آزاد شده. بابا ولم کن بابا. چی میگی؟ چی میگی؟ دارم تلفن حرف میزنم چرا به حرف میزنی؟ نزن 2 دقیقه. الان یه چیزی محمد میگه ریاست جمهوری شهر نبود. چرا؟ خب به جمالت دیگه تموم شد. یعنی الان باید ریاست جمهوری جدید انتخاب کنن. ریاست جمهوری نیست، ریاست شهرداریه. اول برو یاد بگیر اینجور چیزا رو. شهردار. یعنی منظورت اینه که ما کاندید شیم؟ من خودم کاندیدم. جدی داری میگی کاندید چی؟ تو بیا ستاد انتخاباتی. تو بیا ستاد انتخاباتی منو بغل کن. تبلیغات بالا شهر با تو، پایین شهر با خدا. میدانی با من. باش ببین فقط یه چیزی. شهردار شدم یه قولی بده. چته؟ بابا همون LSPD تو اینجا داری میبینه. ببین جان داداش اگر 1% شهردار شدم یه استپ برات میزنم. برو اسب و گاو. برو اونجا بچر باز خود. اسبش داره. برو اونجا بچر. کار اسب و گاو میریزم اونجا. برو بچر هر چی دوست داشتی. هر نژادی، هر مدلی دوست داشتی گاو میریزم برات. برو بچر اونجا. گاو دوست نه، اسب دوسته. باشه حالا اسب برات میزنم. بریم تو کارت. برو تبلیغ کن ببینم بلدی. ببین اول میگی آدم با شخصی. من سیس با شخصیت رو میگم. تو فش بشه هیتمن ما پرچمش بالاست. بگو شهردار میخوام بشم. بگو میتونم یه لحظه وقتتون رو بگیرم اینجوری مثل بازار یا با هم. اوکی. بگو شما با بعد بگیریش دیگه. خب اینجوری در میره. خب چجوری بگیرم؟ بیا پر روش بگیرش. اوناشش. اینی. آره بگیرش. آقای آفیس خسته نباشه. حال شما خوب هستی؟ میتونم چند دقیقه وقت گرانبهاتون رو به من بدین؟ خیلی سپاس بی‌قرار از اینجا تا اونجا. من سیس گرفتم. بعدتون که اوکی پورتوس شما نظرتون بابت کاندیداش ریاست شهرداری جدید چیه؟ شما میدونید که شهردار محمد آقای فیریچ عزیز دار فالی رو ودا گفتن ما میخوایم شهردارش. ما کاندید جدیدیم. تبلیغمو کن. بگو هدفمو بگو. هدفشون اینه که واسه من استپ میزنه. واسه شما هم شاید استپ بزنه. نه واسه این پول. واسه شما پول میزنه. بگو هدف خاصی ندارم. فقط میخوام پول مردم رو بالا بکش. آره کلا پولتو بذار بدبخت شو. 2 رای میدین شما؟ نظرت چیه؟ رای شما پول دیگه. فقط شما بعد کل بچهای پیدی رو بعد شما راضی کنید به من رای بدن.
من میگم خسته نباشید. سلام نه سلام. قربونت بشم. باز بگو فاصله شما من رعایت کنم. امکان داره منو بخواد ترور کنه. میخوای ترور کنی؟ ریاست جمهوری شهرداری جدید میخوای ترور کنی؟ چاقت میکنم برو اولا. بله همونجور که شنیدید آقای بله آقای شهردار آقای فیریک دار فانی رو ودا گفتن با کاندید جدیدی. ایوه چقدر عالی یعنی. آقای محمد فیریک پیشگو آقای پیشگو مرده نه دیگه مرد دیگه رئیس شهرداری بود رئیس شهر. رأی میدید به من یا نه؟ بذاریم من از کارایی که بگم نه چی؟ اگه بگی نه خب دیگه من شهر داشتم پرتت میکنم از فیلد بیرون. بذارید دوستان عزیز خب من آقا دارم حرف میکنم 2 دقیقه گوش بکنید. نفری $1000 بهشون بده بگو رأی بده. چی؟ 10,000 تا نفری 1000 تا بهشون بده دیگه. کی بده؟ تو بده از جیب خودت بده دیگه. تو میخوای رأی بریم من بدم. والا راستشو بخوای من هر چی داشتم در فدای خلقت مردم خرج کردم هیچی ندارم من. خلقت من شما نه وجود آوردی؟ نه وارد جزئیات معرفت مردم می‌خواستم بگم. آقا من از یه لحظه آقا تهاجم نکنین 2 دقیقه. ببینین دوستان من میخوام کارهایی که اقداماتی که دوست عزیزمونه آقای هیتمن بگو خیابونا رو میخوام آسفالت کنم. خیابونا رو میخواد چیز کنه MDF کنه کل خیابونا اینجا رو میخواد MDF کجا سقف یه کاری میکنه که سقفمون آسمون نباشه همه بالا سرمون یه سقف داشته کیک بازی بهتون آموزش میدیم. کیک آشپزی بهتون یاد میدیم. این مال تولداتونه. آب نبات درست کردن بهتون یاد بدیم رایگان. آب نبات این همه پول بهتون میدیم. نه برو این همه پول میدیم تزریق میکنیم تو پی دی. جیبم 10,000 تا جیبم. نه اینو بعد از تزریق میکنن تو پی دی. تزریق اینا تزریقاتیه. بعد از اینکه رای آوردن. صورتی مثل دست برام پیدا بکنید. بله حتما یه حیوان خونگی هم برای شما پیدا میکنیم. اینا هم این الماسا رو هم میدم به کسی که بتونه رای بقیه رو برای من بخره. آفرین رای بیشتر واسه جور کنه. من تو رادیو اعلام کنم همه رای بدن به شما بده. فقط من یه لحظه نفهمیدم گفتی حیوان خونگی میگم حیوان خونگی تو هم. نه تو حیوان خونگی من نیست حیوان خونگی ما مغز نداره فقط زیاد جلوش نگو شک میکنم. برای همتون یک حیوان آره پشت سرم بگید من که نمیشه. هر کی نده فایر هر کی رای نده فایر میشه. ستاد انتخاباتی ما تا چند ساعت آینده میاد رای میگیره ازت. سلام عزیزم حالش شما؟ مدینگو چی شد؟ متین نیست نه نیست آقا نیست. نیومده. چرا؟ نتی رفته گل بچینه. گلس شما بیا شما که میخوای موافق من بشی اینجا. کی رای میخواد؟ من رای میخوام الان میرسم خدمت. 8 تا 12 چیه؟ یه میخوام یه چیزی رو چک کنم بچه یه لحظه. بسیاریم روی 1080 مشکلی نداره. چرا فکر میکنید مشکل داره بچه؟ اوکی که همه چی اوکی نتتون مشکل داره. بابا چرا به آدم استر چی کار میکنی؟ وای ولم کن. الان نمیدونی متین کجاست؟ نه بابا متین اصلا امشب نبود. امشب داشتم بار میبستن. بار چی میبستن؟ بابا داشتم بار میبردن ارتش. یه جدی داری میگی امشب داشتن بار میبردن؟ خب ببین الان نمیبرن ما بخوایم بهشون اتک بدیم؟ نه مطمئنی؟ میگم یعنی بریم به اتک از این مارکای اسپری که تو سوپرمارکت ها میفروشن اتک اشاره کش تک اونو میگم جناب صاحب. بله جدی بفهمید ببخشید دیگه. حامد جان میای؟ حامد جون تاره برای کیه؟ درشو باز کن دیگه. این خصیص بازی ها چیه؟ این چقدر سبیش ساراست. سارا چیه؟ چون دوست دارم واسه بازش میکنم. دست درد نکنه. وای سلام هانی. شیشه رو شیکوند شاید. نه میبرم به کارکی سعی و سالم تحویل میره. خط رو ماشینت نمیفته. میدونی تا الان شیشه‌اش چقدره؟ تمام یه بار دیگه این کارو بکن بفرستمت بالا شهر. خیالت راحت خط روش ماشینت نمیذارم بیفته. خط نمیذار. ببخش داداش خط نیافتاده شیشه شکسته خط نیافتاده. نه خیلی بابا این در ماشین گیر کرده دیگه. بخش یه سوال دارم. بابا این ماشینای ایرانی چرا هندلینگ ندارن؟ بخش یه سوال داشتم میشه جواب من بدین؟
این تاره سارا پس چجوریه؟ تو دیشب تو خیارشوری نمک جایی خوابیدی آره خیلی دوست داری نمک بریزی ولی نمیتونی. چی افتادم؟ این صحنه خوبی بود الان اگه تونستی. کتاب داستان بود تارا سارا، نه عروسک بود تارا سارا، نمیدونم چی بود. آقا به من میگی که این تو چرا اینقدر امشب بامزه‌ای؟ الان اینو به من توضیح میدی؟ دیشب تو آب نمک خوابیدم. پول نقد داری تو کیفت تو جیبت؟ نه من تازه اومدم تو وام بگیرم. هیچ گیدای بدبخت نمیخوره به طول من. چون قبل که ما گدا بشیم با شما رفاقت کردیم کل پولمون رو گرفتیم. بوده من کی تو پول گرفته؟ دروغ میگی. اینجا آوربانک کار میکنه؟ آوربانک کار میکنه؟ نه آوربانک شهیدن امروز. چرا؟ بری توش نمیتونی بیای بیرون. دیگه دیر گفتی رفتم. میشه من برم با این تارای دور بزنم؟ دیپوزیت میشه برداشتن؟ نه وایت بورد. چی؟ وایت بورد. Please wait before sending another request. وایت بورد که نیست ولی خب اوکی. بریم گانشاپ پشت سرم. گانشاپ تارا ویلکام تو اینجا. بابا سمت راسته. گانشاپ نداریم. گانشاپ این چیزش داستان بری توش رفتی پایین. داداش رفیق من 20 سال رفتم تو قسمت اونجا کره جنوبی درس تعلیم دیدم که بتونم جایی که نمیشه رو برم. نگاه کن یاد بگیر. اش کردی؟ میشه نه. جلال خاله. درستش کرد محمد اینقدر بسی که قور زدی. میخوای راب بزنیم دزدی؟ من دزدی نمیکنم و فکه تو دهنم ببخش. حامد گام بخر برای خودت. من واقعا نمیخرم برای جون داداش ندارم. برام مهم نیست. منم پول ندارم. منم ندارم. خدایا هرچی گدای هم من دور کن. بیا گدا بیا از شما داد نکن. Give me. یا تیرم برات خریدم. کی خریدی؟ الان بیا اینا. کوفتت بشه. یه دونه بسته دیگه. چند تا تیر میخوای بزنی؟ یه دونه 12 بقیه‌اش فوش بدم. 12 تا دونه تیر داری واسه 12 نفر مختلف. آره. آقا الان واسه یه نفر کشتن چند تا تیر احتیاج داری؟ 12 تا. نه جانت داداش واسه یه نفر کشتن چند تا تیر ندادی؟ دادم تیر. چرا دادم؟ ندادی. الان یه دقیقه واسه الان بزنم من چند تا تیر دارم. منم صفر تا. خسته نباشی پروفسور. میگم واسه یه نفر کشتن به چند تا تیر احتیاج داری؟ 12 تا. ببین بعد چرا من به یه دونه تیر احتیاج دارم به نظرت؟ یه چیزی اینجا گنگه حامد. چرا مردی؟ حامد؟ مرد. ببخشید معذرت. بریم ما نبودیم. برم برای سوق. بذار بیارم. شوخی بود. سوید مثلا این. اوکی. حامد شوخی کردم حامد. پاشو. بابا شوخی کردم. چقدر بی جنبه ای. پاشو دیگه بابا. پاشو دیگه بابا. شوخی کردم دیگه. پاشو. وقتی اومدی نفهمیدم کی اومد. وقتی رفتیم حقیقتا به یه ورم نبود که کی رفت. بمیر. سلام علیکم. درود بر عمو هیتمن عزیز و یارانم. اینجوری دست شما میگم. خیلی خوشحالم. خیلی خوشبختم. سلامت میکنم. امیدوارم خوب باشه. چه اتفاق خوبی. چه پاقدم خوبی. یعنی بیام اینجا ببینم این جنازه شده با اون کلهش. بعد تا صبح بنویسی ریوا من ریوای فکر نمی کنم. اومدم اینجا با سلطان کوههای ایران آقای هیتمن عزیز. بزن کف قشنگه رو بزن. اینجوری میخوام مثل کو پشتش باشی ها. چه دمپایی قشنگی. تو کی یاد گرفتی دست بزنی؟ بابا بلدم. یه دستی 2 دستی 3 دستی. رقصم بلدی؟ رقصم بلد. چه رقصی میخوای؟ مثلا هرچی. چشم و دلم روشنی چه یاریه. چشم و دلم روشنی چه یاریه. چرا رفتی تو زمین؟